خب اینجا گریان میکردی که فدیه ندارم و اونجا مردم یکیشان نمیمونی نان کردن. شما بگوید که این حیله ها کدام رقم؟ حیله بنی اسرائیل خیلی بد بود یا این حیله خیلی بد است؟ حیله بنی اسرائیل تنها یک تعظیم روز شنبه را نکرده، روز شنبه را تعظیم نکرده، شکار کرده. حیله ما دارنده به صدها فساد است. چند؟ بگوید صدها فساد است. فقیر بیچاره حج سرش فرض کردی او پولم پس از پیش گرفتی، حالی گریان کرده دین مانده، در روز قیامت الله برش میگه 10 لک روپیه مالک شدی، چرا برای ازو بخشیدی؟ پس میگرفتی محکم، میرفتی حجی تا میکردی، قرضی تا خلاص میکردی، دینی تا خلاص میکردی. چرا تو نفهمیدی که دین پیش است یا صدقه؟ بگوید مرده که میموره چند حق ورثش متعلق در میراثش متعلق میشه؟ اولش کفن و چیست؟ دفن. بعد از او چیست؟ قرضش است. بعد از او چیست؟ وصیتش است. بعد از او باز میراث خورا میراثش هم میگیره. او تو اینجا اینقدر مرد شده که پس باز با کی بخشیده؟ آدم که بخشش میکنه با کی بخشش میکنه؟ به یک غریب. تو خودمی عاجز پس بخشیدی. عاجز خیلی زیاد داره. خب چقدر حیله ها. عالی از شما سوال میکنیم این دعوت به بیدینی است یا به دین عمل کردن؟ جوان میگه، جوان چی میگه؟ میگه برو نماز نمیخوانم، روزه نمیگیرم، زکات نمیدم، سجده تلاوت نمیکنم. در وقت آخر اگر خود من پیسه نداشته باشم یک دوست خود دارم ساعتی خود دستمال میپرته، باز مولا صاحب چی میکنه؟ ایله میکنه، از ما چی میشه؟ ساقط. از شما سوال میکنم برادران، بسیار امر مهم، خیلی زیاد مهم در زندگی انسان کدام امر است؟ امو امری است که آدم آسان در جنت ببره. زیاد امری مهم در زندگی ما کدام امر است؟ امو امری که ما را در جنت آسان ببره است یا نه؟ اگر این امر ذریعه آسان بردن در جنت باشه او خیلی آسان هم باشه، پیغمبری را کرده باشه یا نکرده باشه؟ صحابه کرده باشه یا نکرده باشه؟ تابعین کرده باشه یا نکرده باشه؟ تبع تابعین کرده باشه یا نکرده باشه؟ یک سند از امی قرنا بر ما بکشی. تو که خود حنفی میگیری که من در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستم، تو را به الله قسم در مذهب امام ابو حنیفه ثابت کنه میتونی که امام ابو حنیفه می کار کرده؟ چطور خود حنفی میگیری و امروز در سر منبر در سر قبر میخیزی میگی کلا سفیدکا پیدا شده؟ مردم اسقاط قبول نداره، از دین برآمده. اسقاط دین است؟ اسقاط بیدینی است. اسقاط عیناً عکس نصرانیت است. نصرانی ها میگه عیسی علیه السلام خود قربانی کرده به خاطر بخشیدن کی؟ گناه ما. او تو چند دانه پیسه را میگیری برای بخشیدن کی؟ گناه مرده. دیگه چی مفهوم پیدا کرد؟ کدام است؟ بله. خب آلی الله ما را مسخ کرده یا نه؟ مسخ کرده یا نه؟ مسخ چند قسم است؟ بسیار خوب. گپ دیگر اونه دکتر صاحب برای ما میگه. دکتر صاحب میگه که در اسقاط پولی نو میاره و او را از بانک به سود میگیره. این دیگه گلی نویش. دو حالت الحمدلله گرچه آلی در کابل تقریبا مفکوره مردم جور شده، ما که جنازه میکنیم الحمدلله اسقاط مسقاط وجود نداره. دندان مردم اینقدر لنگی سفید جمع شده میباشه که زیاد پرسان نکن. خب که ما همی جنازه را بخوانیم میگم برداری جنازه را، اون مردم قرار آرام باقی میمانه، دانا واز میشه که حالی چی شد؟ یک نفر پشت میدوید مولوی سیف اسقاط. من گفتم باز پسان گوش بگی که اسقاط بگریز که نمیگریزی. گپ در اینجا رسیده. الله رحم بکنه. کدام دین هستی؟ کدام شریعت هستی؟ ما کدام طرف برویم؟ در خانه دیگه پول باشه در روز خوب هستی یک چند روپیه در دستمال گری میکنی، خب که زنگ میزنی کاکا را، کاکام دل پر نمیکنه، که ماما را، که بچه خاله را، که بچه عمه را، در غمی مرگ از پیش از یاد رفته. غمی چی را خورده رویستی؟ اسقاط پول خورده رویستی که از کجا پیدا کنم؟ بازو را چقدر محکم. بله باز همی تو که پول میدی راست، تو را به الله قسم پول به دل خود به خوشی دل خود میدی. اگر میدی من معلوم میکنم که یک دفعه من شاگرد خودم میگم که در اسقاط بشینه و پولی تا قبض بکنه، باز معلوم میشه. در یک جای همینطور کرده بود که همون فقیر گرفته محکم یه زدن شروع شده بود که فقیر بیچاره دست و پاچه شده بود، از جای خود خسته نمیتونستن.
این معامله فریب با الله تبارک و تعالی است یا نیست؟ خو امروز یقینا که چهره همین مردم مسخ شده. مسخ شده یا نشده؟ مسخ شده. عزت برشان باقی نمانده. مردم حالی خوب شده، مردم برش اول که میره اول مردم الحمدلله پرسان میکنه مولای اسقاطخور هستی الوخور یعنی که مولای انقلابیستی. ترجمه قرآن و حدیث یاد داری یا نه؟ همینطور است یا نه؟ در تلفن میگه یک نفر مرا چی میگه؟ مولوی صاحب شکر بکش که مولای اسقاطی نیستی. ما گفتم الله برات اجر بده. مولای اسقاطی نیستم. ولقد علمتم الذين یقینا معلوم کرده بود شما و کسانی را اعتدوا که تجاوز کردن منکم از جمع خودتان فی السبت در روز شنبه فقلنا ما گفتیم لهم برای ازوا بعد از اینکه تعظیم روز شنبه را نکردن کونوا شوی شما قردتا شادی ها خاصین ذلیل فجعلناها گردانیدم. الله میگه اینمی واقع و حادثه را نکالا عبرت لما برای کسانی که بین یدیها حاضر بودن نزدیک بودن به او مردم دی قریه و دی واقعه و ما خلفها و برای او مردم عبرت گردانیدم خلفها که غایب بودن یا دور بودن از واقعه و موعظتا و ایر ذریعه من شدن گردانیدم که امت پیغمبر اینطور مبتلا به گپ نشوه للمتقین برای متقین. متقین صفت کدام امت است؟ امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله میگه این واقعه را موعظه گردانیدم. موعظه چی را میگه؟ چیزی من کننده را که انسان من میکنه، یعنی ما اینطور کارا را نکنیم. قرآن میگه اینطور کارا را نکنه، مولای ما بزور میکنه. و اذ قال موسی لقومه قابل یادآوری است در آن وقتی که موسی علیه السلام برای قوم خود میگه چی میگه برای قوم خود؟ ان الله یامرکم یقینا الله امر میکنه شما را فرمان الله است ان تذبحوا که شما ذبح بکنی بقره گوه. قالوا گفتن اتتخذونه هزوا آیا ما را گرفتی برش خندی؟ قال میگه گفت موسی علیه السلام اعوذ بالله پناه میبرم به الله تبارک و تعالی ان اکون که مشوم من الجاهلین از کسایی که جاهل باشه. چرا مسخره را مردمای جاهل میکنه؟ ما جاهل نیستم. اصلی واقعه که سوره مسما شده بود به اینام در اینمینجا ذکر میشه. سوره بقره به خاطر گفته بود که مهم داستان در اینجا ذکر میشه و در بین کل احکام این سوره اینی بگوی مهمترین حکم است. کدام مهمترین حکم است؟ موسی علیه السلام دعوت توحید الله را داده رایی بود. قدم به قدم نشانه های قدرت و یکتاپرستی الله را به چشم سر بنی اسرائیل میدید. معجزات موسی علیه السلام مشاهده میکرد، اما قلب عقیده توحید جا داده بود یا نه؟ عقیده توحید وقت جا داده میشه فمن یؤمن بالله فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. زمانی عقیده خوب پخته میشه که کفر به طاغوت بکنی. هر چیزی که غیر الله تبارک و تعالی است او را معبود ندانی. حاجت روا، مشکل کشا، فایده رساننده و ضرر رساننده. اینمو وقت عقیده توحید محکم میشه، عقیده ایمان و یکتاپرستی در قلب جا میگیره. خود تا زمانی که دلت خرخش داره کفتر شاید و شمشیره را همیطور گرفته و خوردن نتونی، ایمان توحیدت پخته. تا زمانی که عقیده داری که اینی زیارت برای ضرر رسانده میتونه، اینی زیارت برای نفع رسانده میتونه، عقیده توحید درست است یا نادرست؟ نادرست است. او وقت درست میشه که غیر از الله از هیچ کس توقع نفع و ضرر را نداشته باشی و کل صفت کمال برای کی ثابت کرده باشی؟ برای الله. کسی دیگر را نه در علم، نه در تصرف، نه در قدرت، به هیچ کس با امر الله شریک، نه پیغمبر، نه ملک، نه ولی را بگوی، نه نبی را، هیچ کس با امر الله شریک ندانی. اینی وقت عقیده پخته میشه. بنی اسرائیل دیگه درسای موسی علیه السلام فرا گرفته بود. خود قلبکشان تا آلی رم تعظیمی کی موجود بود؟ گو موجود بود. چرا که وا گوساله پرست بودن، گوساله را پرستش کرده بود. الله تبارک و تعالی برای از اینکه اینمی شبهه را از قلب از یا بکشه امر کرد که گوه بعد خودتان به دست خود ذبح بکنید. چرا که معلوم شود که حالی خرخش در دل باقی است یا نیست. زمان ایمان ما پخته میشه که پنجه چناری که در پالوی قبر بالا سبز کرده و چوبای خوش داره، چوبای خوش گیش ما اتاره کنیم او بسوزانیم. در منطقی خودی ما پنجه چنار است، چشمه است در زیرش، مردم میخ میچوکه میگه دندان جور میشه. نعوذ بالله. عجیب است. چوبای خوش داشت که پرسان نکو
کس او را برده نمیتونی، سوختانده نمیتونی. وقت انقلاب هم بود کوچا کلش دکو بود، سموچا زندگی میکردیم در برف زمستان. مسجد داشتیم یخ. یک چند نفر گفتم که این چوبا را میبریم. میگه تو چطور؟ هیر عالی هیر ضرر میرسانه. من گفتم تو بدیم یه اره را برای من، تیشه را. زدم عرق کردم، تیشه کردم. چوبای خوش کرد، قنات انداختم. کلگی سعی میکنه که عالی میفته، عالی تیشه را در پای میزنه، عالی اره خطا میخوره در دستش. ایگه پا هیچ چیز نشد الحمدلله. بعد از او گفتم ببری بخیر. سرشان بالا کردم، کل زمستان دکو اتور گرم و نرم تیر کردیم که برسان نکو. بعد از او آمخته شد مردم خو. حالی پس آمدم که در چینار یک دونه چوبی خوش کردم مانده. هر کس میده کرده برده در خانه خود. مردم فهمیدن که ولای ضرر رسانده نمیتونه. ایمان تازه شود. بنی اسرائیل الله امر میکنه که گوه بکشه، به خاطری که امو خشخشا که در دل وجود داره امو کمل از بین بره. از امو خاطر یا خود در کوچه اسنی چپ میزدن، شانه را خالی میکردن. اول گفت در موسی علیه السلام میگه ریشان سر ما میزنی؟ حالی که ما کسی را بگم که اینمی گنبت چپا کنی، مردم چی میگه برای ما؟ میگه سر ما ریشان میزنی؟ این گنبت چپ کردن خود مفت نیسته، تو چپا کن که شو چی حال میبینی. تو بده برای ما که چپا کنم که شو چی حال میبینم. ات راحت خو میشم. از این وقت در دلم همی بود که مردم در اینجا گمراه میشد. می آمد طواف میکرد، بوسه میکرد، سنگ میوالید، خاکش میخورد، جنده را بند میکرد، آلوچک بند میکرد، آلی کلی درختی شده از بین رفته، چپا شده، هیچ کسی وجود نداره. آرام خو میکنم که الحمدلله یک مرکزی که مردم دو شرک میکرد از بین رفت. حالی خب آرام خو میبند، هیچ نه چپرکتی ما کسی را چپا میتونه نه جق داده میتونه. اینطور نمیشه. ببینه الله تبارک و تعالی امتحان میکنه. موسی علیه السلام فرمان میده که از قلب مردم شبه شرک بکش به ذبح کردن کی گاو، به خاطر که گاو مایه تعظیم بود. اینطوری کار هر کس نمیتونه. امو یک جوان کرده بود. اینطوری کار هر کس میتونه. امو یک جوان قطی پاچا یک جای شد. نامش چی بود؟ محمد ابن عبدالوهاب، که امروز مردم برش بد میگن. خو ایمانی از او خیلی قوی بود. او حراس از مردم نداشت. یقینا آن چیزی که حدیث تقاضا میکرد سرش چی کرد؟ عمل کرد. او یقینا سرزمین عربستان آلی مردم بره، در اونجا کدام زیارت هم میبینی؟ در اونجا مردم به این نیت روان است که ما در غار حرا میریم. اینجا پایگاه چی بود؟ اول مرکز وحی پیغمبر است. اونجا بریم و اونجا در غار خدا بمالا کی پیغمبر در غار سور بره که غار خو پناه داده بود. کی را؟ پیغمبر علیه السلام. کفاری را ندید. اونجا شوار مردم تیر کنه. در عربستان هیچ جیگه پا نیست. این نتیجه عمل کرد و فعل کارایی کی بود؟ امی شخصیت بود. امی شخصیت گرفت. اونجا رواج شده بود. مکمل زد. آرامی شد. الله مرکزای وحی را، مدینه و مکه مکرمه را از هر نوع شرک و شبه شرک چی میکنه؟ پاک نگاه میکنه، حفاظتش میکنه. الله نگاه میکنه. شخصی پیدا میشه که اینمی مزخرفات یک دم از بین میره. کاش که در افغانستانم یک پاچای موحد برجسته می آمد و میگرفت. در افغانستان دیگه مردم آشنایی پیدا نمیکرد که فلانی باباست، شرعی باباست یا تور باباست، چلگزی باباست، چلگزی بابا. انگلیس ها وقتی که شکست خوردن کلی سلای خدا گور کردن، قبر 40 متر جور کرد، دسترش بیرق زدن، مشهور کردن به مردم که چلگزی باباست. همین قدر مردم عقل نداشت که در زمانی ما شخصی نداریم که 40 متر باشه. کلگی که اموک بلندترین که قامت دراز داره چند است؟ مردم که یک کمی بالاتر باشه او را 2 متره میگن. او را چی میگن؟ از 2 متر هیچ اضافه نیست. سالا تیر شد، هر سال تو میری او را نو کده، بیرقش هم نو کدی او قبرم چی؟ گل زده رویی بودی که گم نشود. انگلیس ها خود دیگه پس آمدن امو چلگزی را کلی سلای خدا تلای خدا چی کدن؟ کشیدن. تو هر سال چلگزی بابا به او سجده کردی. عجیب نبود؟ خو الله او طور شخص پیدا کنه. آمین. او زمان که خود ما خشتی اونمو گنبت آدم از بین بره اونو وقت دلی آدم کار میکنه. اگر شاهد و شمشیره مردم خود برم بد میگه این گپا باز خیره، مردم چی میکنن؟ تبلیغات میکنه که نسای کو توحیدی کی را میکنه؟
خب من میگم نه، عزت شاید و شمشیره را میکنم. عزت شاید و شمشیره در توحید الله است، در یکتاپرستی الله است، یا نه که نعوذ بالله قبرش مرکز شرک باشه. در توحید الله شاید و شمشیره به می غرض آمده بود. شاید و شمشیره به این خوش نمیشه که در روز هزاران زن نجس و مرد نجس پودری اونجا میره. خوش است؟ خوش نیسته. و از خودش سوال بکنه، قطعا خوش نیسته. خو الله اموتور نفر انقلابی را پیدا کنه که باشه، که واقعا مجدد بگرده در زمین و فرامین الله و رسول الله را عملی بکنه. الله بنی اسرائیل به این مقرر میکنه. بنی اسرائیل به موسی علیه السلام میگه ما را برش خواندی گرفتی؟ موسی علیه السلام چی میگه؟ من پناه میبرم به الله از اینکه جاهل شوم. چرا میگه که جاهل شوم؟ اشاره به این میکنه که همه بدبختی ها، سرچشمه تمامی بدبختی ها چیست؟ جهالت، نادانیست. اگر مردم ما قرآن بدانه مبتلا به قبر پرستی میشه، مبتلا به اشخاص پرستی میشه، مبتلا به پیر و ملا پرستی میشه، کلا قطعا نمیشه. خب اصل نقطه کدام نقطه است؟ جهالت. تفرقه چرا پیدا شده؟ نقطهش چیست؟ جهالت است. قال ادع لنا ربک یبین لنا. تصمیم عزم و تصمیم موسی علیه السلام دید که موسی علیه السلام خود خیلی جدی است او ما را فرمان میده. خودش میگه که من امر نمیکنم. کی امر میکنه؟ الله امر میکنه. دیدن آلیه سوالا را زیاد کرده رایستن. خدا گاهی دو ملاق میزنه، گاهی دهی ملاق که مگرم همی حکم از پیش ما چی شوه؟ منسوخ شوه، ما مامور نشویم. چرا؟ اگر ما امر شوه چطور کنم آلی سری گو کار دم بیارم در گردن گو بمانم؟ این معبودی که سالا برش سجده کردم خودم بگیرم میره چپا کنم او کار در گردنش بند کنم. این خو هم حقارتی ماست و هم حقارتی چی؟ معبودی ما. با مردم رسوا میشم. حقارتی ما به این شد که عیب کم عقل سالا توی را تعظیم کردی و امروز جان نداره تو کار دی ذبح کردن سرش کش میکنی. از همون خاطر یک کسی زردشتی بود، آتش پرست بود، لیکن وقتی که دستی خود دمی آتش زد سوخت. گفت الله این معبود است، این اللهی ما شده میتونه ام پرستش میکنه من میسوزانم تیر از همیتون الله. نعوذ بالله. صحیح است؟ دیگه در زمان جاهلیت در کسی دیگه بود، بوتی خود دیده بود که چی آمده بود؟ روبا شاشه سرش کرده بود. بازو گفت که آیا او معبود شده میتونه که روباها سر ازو چی بکنه؟ و شاشه بکنه، پیشاب بکنه. دیگه این معبود شده نمیتونه. الله رحم بکنه. چرا ما اینطور هستیم؟ چرا ما اینطور عقیده قرآن یاد نمیگیریم که قرآن برای ما چی میگه؟ همیشه قبر پرستی میکنه. از او خاطر باز دیدن که تصمیم قاطع است. به موسی علیه السلام چی میگه؟ بازم بانه طلبی میکنه. قال ادع لنا ربک. باز گفتن طلب که برای ما ربک است پروردگارت، چون که فرمان از جانب الله تبارک و تعالی است. قال ادع لنا ربک. گفتن طلب که برای ما ربک است پروردگارت. فهمیدن که فرمان از الله است. یبین لنا که واضح بسازه برای ما هی این گو چی رقم گو است؟ این چی گو است؟ حقیقتی گو. تو میگی که حقیقتی گو یه جا آشنا نیستن، نمیشناسن. قال انه. گفت موسی علیه السلام انه یقینا الله تبارک و تعالی یقول می فرما انها بقره یک گوی است لا فارد که نیست خیلی پیر ولا بکر نیست خیلی جوان، عوانم در میان است بین ذالک در بین پیری و جوانی. این تو یک گو است. فافعلوا ما تؤمرون. شما چی میکنید دیگه گپایش؟ چی رقم است؟ چی رقم است؟ خب گو است، بکشه یک گو. بنی اسرائیل اگر هر گوا میگرفتن میکشتن گپ خلاص بود. چرا؟ اصل مقصد در اینجا جور کردن عقیده کی بود؟ بگه عقیده بنی اسرائیل بود که یاد دیگه برای گو هیچ نوع تعظیم قائل نباشد، دلشان خرخاش باقی نباشد. هر گوا که میکشتن بالکل کافی بود، لیکن یا خدا بانه کده آنه کده یک طرف میزدن. عامل قصه یا ذبح کردن گو چی است؟ مفسرین دو نظر داره. یک تعداد مفسرین میگه عامل ازی قتل یک نفر است که پشت سر و از قتلتم نفسا فدارعتم فیها دو مورد نه. او عامل قتل باعث قتل می بود یک نفر بچه بیادرزاده بود که و هیچ چیزی نداشتن مال و دارایی. یک کاکا بود که مال خیلی زیاد داشت، دخترم داشت. امی بیادرزاده تلاش داشتن که از کاکا مال بگیرن.
انتظار از زیر داشتن که کی بمره و ما با میراث بگیریم، هم دختریشه و هم مالشه. چون که عمری از او طولانی شد، این مردم ها تنگ آمدن رفتن همو کاکا را قتل کردن. باز نه تنها که قتل کردن، مرده از زیر بردن. در زمان سابق قلا علایده بود، در قوم یک قلای قوی داشت، کلان داشت. رفتم و دروازه قلای یک قوم دیگه انداخت مرده را. صبا خیستن گفت کاکای ما را فلان قوم کشته، داوا سری امو قوم انداختن. قوم آمدن قسما میخوردن که ما قتل نکردیم، لیکن چون که در پیش دروازه اولیشون مرده پیدا شده بود، از او خاطر متهم بودن. آمدن پیش موسی علیه السلام که واقعه را حل بکنه، نزاع را حل بکنه. از او خاطر میگه الله فرمان داد که یک گاو کشته شوه و توسط دنب گاو امو مرده زده شوه که مرده زنده شوه، خود اقرار بکنه که قاتلش کیسته. این یک نظریه مفسرین است، لیکن در این صورت لازم میشه که قصه پس و پیش شوه. یعنی آخری قصه دا اول بیا، اول قصه دا کجا بیا؟ دا آخر بیا. لیکن این قول خیلی ضعیف است او چیستا مرجوح است. چرا؟ اگر گاو الله امر کنه فرمان بده که توسط دنب گاو مرده زنده شوه، باز بنی اسرائیل عظمت و بزرگی گاو در قلبشان زیاد میشه یا کم میشه؟ بیخی زیاد میشه که گاوی کمال داره که مرده زنده میشه و حقیقت والا بیان میکنه. باز خود دیگه یک لحظه از تعظیم گاو دور نمیشه. نه، مفسرین کرام دیگه میگه هر دو واقعه جداست. عامل ذبح کردن گاو و مسئله قتل نیست. عامل ذبح کردن گاو تا آلی را در دل خود یک نوع تعظیم گاو گرفتن است که بنی اسرائیل در دل گرفته بود. از او خاطر الله این همی تعظیم از بین برد. همینطور تعظیم اسلام از ما تقاضا میکنه مکمل در دین داخل شدن. ما لحاظای رواجای قوم پرستی سابقه را در دین خود لحاظ نکنیم. عبدالله ابن سلام عالم بزرگ یهود بود، وقتی مسلمان شد بازم روزای شنبه را یک نوع تعظیم میکرد. الله این آیت روان کرد یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافه، در اسلام مکمل داخل شوید. امروز که ما تو در اسلام داخل شدیم، از قومیت خود رواجای سابقه خود باید در اسلام قطعا در نظر نگیریم. مثل که آلی در نوروزا مردم ها میگه ما عنعنه خود پیش میبریم، اسلام عنعنه ها را چی میکنه؟ رد میکنه. تو باید در روز نوروز قطعا تجلیل خوشی ای گپا نداشته باشی. چرا؟ این مردم امام سابق چی بودن؟ بگه آتش پرست بودن. نعوذ بالله. این لحاظا را کردن قطعا نادرست است. در اسلام مکمل داخل شدن بکار است. عامل است. 5 دلیل مفسرین ذکر میکنن. هر واقعه را که در اینجا در قرآن ذکر میکنه، اگر واقعه مستقل باشه امروی کلمه از چیست ذکر میکنه. امی واقعه را توسط کلمه از ذکر کرده یا نکرده؟ معلوم شد که واقعه مستقل است. یکی. دوم است که اگر او عامل قتل باشه، باز تقدیم و تاخیر در چی میشه؟ در داستان میاد. او اینطور خوب نیست داستان بعد از اول باشه. اگرچه در قرآن کریم معتبر داستانه نمی باشه، اما جز واقعه را مطابق مناسب امو جای ذکر میکنه. سوم است که هرگاه قتل صورت بگیره، آلی قاتل زود معلوم شوه یا باقی مانده شوه؟ زود مانده شوه. در روایت ابن عباس رضی الله عنهما که رئیس المفسرین است، 40 سال اینمی چیست؟ سوال و جواب و اینمی گپا باقی مانده بود. از او خاطر در اونجا مطلوب زود معلوم شدن قاتل می بود. دیگر دلیل است که اگر ما واقعه را یکی بدانیم و اصل عامل قتل نفر بدانیم، باز دیگه تعظیم بقره اضافه میشه. بقره باز قابل کشتن نمیشه. نه که از دل مردم تعظیم بقره نمیبره، دیگه هم تعظیم بقره زیاد میشه. از او خاطر این واقعه جداست. قال ادع لنا ربک یبین لنا، باز گفتن طلب که برای ما از پروردگار خود یبین لنا که واضح بسازه برای ما لونها رنگ ازیره. انسان که گوه میکشه برای گوشتش میکشه، لا اقل سوال کنه که فربی و چاق باشه، اینی طور گپا باشه. حالی در رنگ در گوه علال کردن چی؟ خویا میگه که رنگش چی رقم باشه؟ قال انه یقول، موسی علیه السلام میگه یقینا الله میفرمه انها بقره، یک گوه صفرا خیلی زرد، فاقع لونها تیز است رنگش، خالص است رنگش، تسر الناظرین که بیننده را خیلی خوش میسازه. چی درس داده میشه؟
مردم جاهل بیبی بار بار مطالباتشان بیبی از موسی علیه السلام دعوتگر الله تعلیم میده. این مردمای جاهل بیبی باز مراجعه موسی علیه السلام تنگ میشه، حوصله‌اش گرفته میشه، نمیشه. بیان کرده رایسته دعوتگری نمیره کم حوصله داره. چرا؟ قوم جاهل است. قوم چی است؟ نمیدانه. وگرنه در اول مرتبه که گفت، در دوم مرتبه میگفتن که بری عمل میکنی نمیکنی غم مدغه میتون چی؟ نه. یا منظوری موسی علیه السلام اصلاح شدن قوم است. واقعی هر قدر بانه میکنه، بانی از یار جواب داده رایسته. این حالی یک کسی را که دعوت میدی او که بانه میکنه خیر است، بانیش بپذیر. چی میگه؟ امروز که در نماز میری برات میگه کالایم بی نماز است. خیر است چیستا امروز نگو. سبا باز که میگه والا چی است؟ نه چیستا بدنم ناشسته است. برو خیر است. سوم روز باز بگی. ای تو نگو که یک روز بانه کرد برو هر روز برنامه بانه میکنه. روزی فرا میرسه که بانهش چی میشه؟ منتهی میشه. آلی بجز از اینکه قیتو بیا بگه چاره نداره که بیا. یکی از دوستا گفت یکی قطمه همکار بود، کار میکردیم مردوی ما دستری دست فروشی میکردیم. یک روز که وقتی نماز شد، رمضان هم بود، برش گفتم بریم در نماز، گفت والا کالایم بی نماز است. نمیشه. ماندم شد. صبح که باز گفتم گفت جانم بی نماز است. گفت در روز سوم گفت دیگه گفتم که چیسته؟ باز گفت که کالایم بی نماز است. ما برش گفتم که امروز تو را میبرم بعد امرای همی کالای بی نماز سرت نماز میخوانم. بلکه باز وقتی که از دستش گرفتم که کش کردم، یک دفعه گفت یقین بکاب دیده در چشماش دور خورد. گفت مرا راست بگویم؟ گفت من نماز یاد ندارم.